خدمت مخاطبین محترم سلام عرض می کنم. عید شما مبارک باشه. امیدوارم سال موفقی نسبت به سال قبل داشته باشید. در رابطه با جمع‌آوری تخم‌مرغ‌های تزیینی عید از سطح شهر تبریز لازم هست که نکته‌هایی رو خدمت شما عرض کنم. بر روی این تخم‌مرغ‌ها در واقع نمادها یا علائم و خطوطی از خط گوگتورک‌ها یا ترکان آسمانی که به خط اورخون هم معروف هست و یا نشانها تامغاهایی که مربوط به طوایف ترکان هستند نقش بسته بود. البته این مورد جدیدی نبود. این تخم‌مرغ‌ها سال قبل نقاشی شده بودند و به نمایش هم در اومده بودند، اما بر اثر فشار یک تفکری که ما اونو به نام ایران شهری میشناسیم این تخم‌مرغ‌ها جمع‌آوری شدند. در واقع نمادها برخواسته از هویت یا میراث فرهنگی یک قوم هستند. ما تا جایی که در رابطه با هویت و زبان آذربایجان میدونیم، در 4300 سال قبل آشوریان آذربایجانی ها رو تروک ها نامیدند و در نامه هایی که از پادشاه آشوریان برای پادشاه آذربایجان ارسال شده، پادشاه اینجا تروکلو نامیده و معرفی شده. این کتیبه ها به کتیبه های شمشارا معروف هستند. بعد اون ما خط سومری رو در آذربایجان داریم. خط و زبان معروف به سومری در چه لقمه ها، مهرهای سیلندری یا کاسه کریشمن انلیل یا کوزه‌ای که در موزه ملی ایران هست از حسنلو دوره ماناها پیدا شده، ما متوجه هستیم که این خط و زبان اینجا کاربرد داشته و خط زبان اورارتی بعد این هست در 2800 سال قبل شروع میشه. در واقع ما بالغ بر 20 کتیبه سنگی در دل کوه‌ها، کتیبه های بزرگ و کتیبه های متعدد کوچک گلی داریم که به زبان و خط اورارتویی ها هستند و میدونیم که ترکان آذربایجان از این خط هم استفاده میکردند تا دوره اشکانیان که این خط معروف به خط گوگتورک ها یا ترکان آسمانی در ایران و شمال غرب ایران استفاده میشه. این خطی که به رونیک هم به خاطر شباهتی که وجود داره معروف هست، ما در کتیبه در زیویه در یانق تپه نزدیک تبریز یا در اهر، سینگون و حتی در خارج از مرزهای جغرافیای سیاسی کنونی ایران، مثلا در قوبوستان آذربایجان، در ملاتی ترکیه، در استگل قزاقستان تا اوغرستان ما این خط رو مشاهده میکنیم که معروف ترین اونها کلتکین و بیلگ خاگان هستند در نزدیکی قزاقستان. اما بعد این خط رونیک یا خط اورخون یا خط گوگتورکان ما خط عربی رو داریم بعد اسلام، دوره اسلامی، که هم از خط و هم از زبان عربی ترک‌ها استفاده کردن، حتی از زبان فارسی در اشعارشون استفاده کردن. بنابراین این خطوط جزئی از هویت ما بودند و هستند. البته ما در دیوان لغات محمود کاشغری مشاهده می‌کنیم که اوغوزها و دیگر طوایف 24گانی ترکان هر کدام با نمادی، با سمبولی، با پرچمی معرفی شدند که طایفه اوغوز هم که در ترکمنستان، در ترکمنهای ایران، آذربایجان، چه آذربایجان شمالی جمهوری آذربایجان چه آذربایجان جنوبی در داخل ایران و در آنادولو یا ترکیه‌ای ها، اینها از اقوام اوغوز هستند. بنابراین اگر ما بپذیریم که بعد از دوره اسلامی لفظ یا کلمه و عنوان و نام اوغوز به خاطر اولویت‌های دینی برجسته شد تا تفاوتی بین ترک‌ها و ترک‌هایی که اسلام آوردن به نام اوغوز قائل بشیم، ما مشاهده می‌کنیم که این نمادها به نوعی هویتی که به نام اوغوز هم شناخته شده اینها رو حامل بودند. بنابراین من امیدوارم که از این تنگ نگاه کردن، از این سلیقه‌ای کمی دور بشیم، اینها رو جزئی از مواریث تاریخی ترکان ایرانی محسوب کنیم و از اینها
حمایت کنیم. همونطوری هم که مشاهده میکنیم مردم علاقمندی زیادی به این نشون دادن و در صدر جستجوها این خط ارقون هست. ما از اینها محافظت خواهیم کرد و امیدوارم که این اتفاق فرخنده سببی بشه که مردم یکی از دیگر دارایی‌های فرهنگی خودشون رو بیشتر جستجو و پیدا کنند و مراقبت و حفاظت.